دوستان به کانال میخوام خوش اومدین. امروز اومدیم با یک ویدیو جدید در مورد مودپک جدید و ایرانی با گرافیک فوق‌العاده و شگفت انگیز برای GTA سان آندرس اندروید. و دوستان این مودپک دارای 50% ماشین های ایرانی و 50% هم ماشین های خارجی هستش که پیشنهاد میکنم حتما دانلودش کنید. لایک و کامنت فراموش نشه و حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید. بریم سراغ ویدیو. خب دوستان وارد بازی میشیم و توجه داشته باشید بازی روی گوشی های بالای رام 1 خیلی راحت اجرا میشه. همینطور که میبینید منوی بازی و دکمه های منو به کل عوض شده. دوستان در این پک تمامی اسلحه ها تغییر کرده و اسکین سی جی عوض شده و گرافیک خیلی بالایی به خودش گرفته. دوستان در این پک تمامی درختان و تکسچرهای بازی عوض شدن که باعث میشه فضای شهر خیلی زیبا و بهتر بشه. و افکت تفنگ ها و آتش هم تغییر زیادی کردن و نسبت به قبل طبیعی تر شدن. و بیشتر ماشین های بازی عوض شدن و ایرانی شدن، از جمله این 405. رادار یا مپ بازی و آیکون هاشون هم به کل عوض شده و 3 بعدی شده. تمامی جاده های بازی عوض شدن و رنگ و کیفیت بالاتری نسبت به قبل گرفتن. دوستان همجور که مشاهده میکنید اسکین های بازی تغییر کردن و گرافیکشون بالا رفته که باعث میشه فضای شهر عوض بشه. حالت کشتن آدم ها و افکت خونشون هم تغییر کرده و با کیفیت تر شده. حالت یا انیم مشت زدن، پریدن و دویدن و حالت افتادن از ساختمان هم تغییر کرده و طبیعی تر شده. و همینجور که مشاهده میکنید افکت و تکسچرهای ساحل و دریا عوض شدن و خیلی خفن تر شدن. خب دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه و حتما کانال ما سابسکرایب کنید. تا یک ویدیو دیگه بدرود. دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه و حتما کانال ما سابسکرایب کنید. تا یک ویدیو دیگه بدرود.